لاله هاشمی، عضو و فعال انقلاب زنانه، 8 مارس روز جهانی زن را به تمامی زنان جسور و شجاع ایران که با تمامی سرکوب‌ها و فشارها سکوت نکردند و دست از مبارزه بر نداشتند تبریک میگویم. زنان جسور و شجاعی که برای برابری و آزادی بدون ترس به مبارزه ادامه دادند. زنانی چون پرستو احمدی، زارا اسماعیلی، پخشان عزیزی، آهو دریایی، وریشه مرادی، شریفه محمدی و هزاران زن دیگر که با این رژیم ضد زن در جنگ هستند. تا ابد زن، زندگی، آزادی. زنده باد انقلاب زنانه. نابود باد حکومت اسلامی ضد زن.